خب این بحثی که امروز میخوام بکنم بحث تکراریه، ولی ما چون کارهایی که میکنیم خیلی کارهای پیچیده و بزرگی هستش و تو کارهای بزرگ و پیچیده معمولا بحث و صحبت و نظر زیاد وجود داره. من نیاز دونستم که شفاف سازی کنم. ببینین ما توی تومورهای سرگردن، مخصوصا تومورهای حفره دهان، همیشه میگیم که جایی که بار اول عمل میشه محل عمل و گردن تمیز میشه. احتمال عودش نزدیک به صفره. نزدیک به صفره بالاخره خیلی مسائل دیگه هست که بخواد عود کنه، ولی واقعا ما آمارون بالای 95% تموم. ولی اینکه بعد از یه مدتی جای دیگه تومور پیدا بشه دیگه ربطی به اون عمل جراحی دیگه نداره. این از قبل از عمل یه سلولی رفته یه جا، میتونه اینجا استخون باشه، میتونه ریه باشه، میتونه خیلی جای بدن باشه، مونده و بعد از عمل به مرور اون تو اون سلولی یا اون مقداری که متاستاز پیدا کرده رفته اونجا رشد میکنه، خودشو نشون میده. پس این نکته اول. اگر توی توموری متاستاز دور دست پیدا کرد دیگه خارج از دست جراحه. نکته دوم، بیماری که یک بار عمل کرده و عود کرده و به دست ما میرسه، ما ادعامون اینه که باز جایی که عمل میکنیم تمیز میشه، ولی احتمال عودش خیلی بالاست. ممکنه کنار جایی که عمل میکنیم عود کنه، ممکنه جای دورتری عود بکنه، ولی هدف ما برخلاف تومور اولیه که هدف ریشه کن کردنه در اینها این هستش که کیفیت زندگیشو بهتر کنیم و بعد از عمل تا مدت‌ها حتما باید شیمی درمانی بگیرن تا احتمال عود کم بشه، ولی عمل مجدد احتمال عود بالاست. جراحی جهت بهبود نسبی علائم بیمار مثل درد، خونریزی، عفونت و چرک هستش.